درود بر شما. با بخش دیگه ای از آموزش پلاگین فق فیلتر پرو کیو 4 در خدمتتون هستم. شما نگه داشتن کلید موس در این بازهای فرکانسی نوار خاکستری رنگ رو مشاهده میکنید که با یک بار کلیک کردن میتونید اون بازه فرکانسی رو به صورت دستی تنظیم کنید و اینجا به ما یک بندلی میده که شما میتونید محدود فرکانسی رو مشخص کنید و گین رو بر اساس دیبی اینجا میتونید تنظیم کنید و اینجا هم دکمه تریشولد به صورت اتومات هست که با در واقع تنظیمات اتک و ریلیز میتونید این حالتهای در واقع فیلتر رو میتونید تغییر بدید. در این بخش با کلیک کردن بر این شکل پنجره‌ای که به شکل کیبورد هست میتونید هارمونی هایی از این در واقع فرکانس ها رو میتونید تنظیم کنید و خیلی از این هارمونی ها رو میتونید محدود کنید. در بخش میدیلر شما میتونید با تنظیمات اکسپرشن کنترلرتون میتونید ناب‌ها رو در اختیار داشته باشید. در این بخش هم با کلیک کردن روی این گزینه میتونید لاین های دیگه ای که اکولایزر براش فعال رو مشاهده کنید و با کلیک کردن بر روی کلید سایدچین خیلی راحت میتونید تداخل فرکانسی رو پیدا کنید. این که خیلی راحت تداخل فرکانسی رو برای ما با شکل نوار قرمز رنگ به نمایش گذاشت. این هم کلید اصلی سایدچین ما هست که حالت قبل و بعد سایدچین رو برای ما مشخص میکنه که شما میتونید بر اساس 60 90 یا 120 دیبی میتونید تنظیم کنید و رزولوشنش رو هم اینجا میتونید انتخاب کنید. میتونید سایدچین خودتون رو فریز کنید. در این بخش هم سه کاراکتر در واقع اکولایزر برای ما به نمایش گذاشته و اینجا هم با روشن کردن کلید اتوماتیک گین میتونید لول اوتپوت خودتون رو به صورت اتوماتیک تنظیم کنید. امیدوارم که آموزش براتون مفید بوده باشه.